شاه داشت با چک و لگد ما رو به سمت دروازه‌های تمدن می‌برد، داشت با چک و لگد ما رو آدم می‌کرد. خیلی به شاه توهین کردی، به شاهی که شبه رو سرتون برد، به شاهی که شرف از دست رفته ملت ایران به ما برگردون، به شاهی که کشور اشغال شده ایران رو مجددا برگردون به عظمت، به شاهی که ریال ایران رو تو دنیا می‌بردی خورد می‌کردی. پدر من تو آلمان ریال ایرانی 1000 تومانی خورد کرد. من یه ورق قانون اساسی مشروطیتی که خونبهای اون ملته، قبلگاه من کوروشه، خدای من رضا شاهه، خدای من محمد رضا شاهه که انسانیت و کرامت انسانیت رو آوردین تو دلار، شرفتون رو فروختین، ناموستون رو فروختین، پرچمتون رو فروختین، به خط خون مرگ گرفتین، آبو بروتون بستن، برفو بروتون بستن، سینما رو ازت گرفت، تئاتر رو ازت گرفت، تفریح رو گرفت، کاواره رو گرفت، کافر رو گرفت، باشگاه ورزشی رو گرفت. چیکار کرد؟ چکون تو خونه گفت بشید هدیه بکش. کم دادی؟ آره. احمدی نژاد وارد کن از ونزوئلا، از اکوادور، از کلمبیا وارد کن. شیشه و نمیدونم یه چیزایی یارو میکشه کرم از بدنش میزنه میره. حقمونه وقتی به اون خدا بد کردیم، اون اشکی که از چشم اون خدا آوردیم، اون یه قطره زمین ایرانو تلخ کرد. دست کلنگ هم دیگه تو اون زمین نمیروید. برین خداتون رو شکر کنید اگه هنوز یه وجب مونده براتون ترش و سبزی و گندم میکارن. برین خداتون رو شکر کنید. نرو از همه خاطره ای رویا، نرو ای همه دنیا.